سلام، خیلی خوش اومدیم به یه ویدیوی دیگه. قراره که داخل این ویدیو بهتون 10 تا از سریال‌های کمدی رمانتیکی که واقعا ارزش دیدن دارن و حالتون رو خوب میکنن و معرفی کنم. امیدوارم که دوستش داشته باشین. و قبل از اینکه بریم سراغ معرفی سریالا، ممنون میشم که برای حمایت از چنل دکمه سابسکرایب رو بزنید و اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید. خب بریم سراغ لیست سریالا. شماره 1 لیست، سریال دونده دوست داشتنی. داستان این سریال راجع به ایمسور، دختریه که در یک سانحه رانندگی توانایی راه رفتنش رو از دست داده و دیگه امیدی برای ادامه زندگی نداره، اما با شنیدن آهنگای خواننده‌ای به اسم ریو سونجه برای ادامه زندگی انگیزه پیدا میکنه و طرفدار سرسخت اون میشه. داستان اصلی از جایی شروع میشه که یه شب خبر خودکشی ریو سونجه پخش میشه و ایمسور بعد از شنیدن این خبر به طور معجزه‌آسایی به 15 سال قبل میره تا بتونه آینده سونجه رو تغییر بده. این سریال در ژانر کمدی، عاشقانه، فانتزی و موزیکال در 16 قسمت پخش شده. شماره 2 لیست، سریال سقوط بر روی تو. این سریال راجع به یونسری، یه وارث ثروتمنده که توی کره جنوبی زندگی میکنه. یه روز که برای تست یه محصول رفته بوده، به طوفان شدیدی برمیخوره و از مسیر خارج میشه و در یک مکان ناشناخته فرود میاد. وقتی که به هوش میاد متوجه میشه که توی کره شمالی فرود اومده و اونجا خیلی اتفاقی با لی جون هیوک که افسر ارتش کره شمالی ملاقات میکنه و آشنا میشه. لی جون هیوک تصمیم میگیره تا یونسری رو به صورت مخفیانه به کره جنوبی برگردونه و ازش محافظت کنه. این سریال در ژانر کمدی، عاشقانه، درام در 16 قسمت پخش شده. شماره 3 لیست، سریال افسانه دریای آبی. داستان این سریال درباره پسری به اسم هوجونجه که یک کلاهبردار نابغه است و توی یکی از سفرهاش به طور تصادفی با یک دختر عجیب غریب برخورد میکنه که یک دستبند قیمتی همراهش داره. هوجونجه برای دزدیدن اون دستبند تلاش میکنه تا اعتماد اون دختر رو به دست بیاره، ولی خبر نداره که اون یه دختر معمولی نیست، بلکه یک پری دریاییه که برای اولین بار اومده روی خشکی. این سریال در ژانر فانتزی، کمدی، عاشقانه و درام در 21 قسمت پخش شده. شماره 4 لیست، سریال آقای ملکه. داستان درباره جانگ بونگ هوان، مردیه که به عنوان سرآشپز در کاخ آبی رئیس جمهور کار میکنه، اما زندگی اون وقتی تغییر میکنه که به عنوان کیم سویونگ، زنی که در دوران چوسان زندگی میکنه، از خواب بیدار میشه و دست سرنوشت باعث میشه که اون تبدیل به ملکه چوسان بشه. این سریال در ژانر عاشقانه، تاریخی، کمدی، درام و فانتزی در 24 قسمت پخش شده. شماره 5 لیست، سریال دهکده ساحلی چاچاچا. یون هجین یه دندون پزشکه که بعد از به هم خوردن برنامه و اهدافش تصمیم میگیره بره به روستای ساحلی به اسم گونگجین و اونجا مطب دندون پزشکی راه بندازه. در اونجا با مردی به اسم هونگ دوشی آشنا میشه که در روستا به آقای هونگ معروفه و در ظاهر بیکار به نظر میرسه، ولی استاد انجام کارهای مختلف و هر کسی تو روستا به کمک نیاز داشته باشه میره سراغ آقای هونگ. این سریال در ژانر کمدی، عاشقانه، زندگی و درام در 16 قسمت پخش شده. شماره 6 لیست، سریال در همسایگی عشق. سونگیو و سوکریو 2 تا دوستن که به خاطر دوستی قدیمی مادراشون از بچگی با هم بزرگ شدن و همیشه کنار همدیگه بودن تا زمانی که سوکریو برای تحصیل به آمریکا رفت و الان بعد از گذشت چندین سال سوکریو از کارش تو آمریکا استعفا داد و برگشته به کره و اون 2 نفر دوباره همدیگر رو بعد از سالها ملاقات میکنن. این سریال در ژانر کمدی عاشقانه در 16 قسمت پخش شده. شماره 7 لیست، سریال قهقهه در وایکیکی. این سریال درباره یه مهمونخونه که صاحب اون لی جون کیه و علاقه خیلی زیادی به بازیگری داره و در تلاشه که یک بازیگر معروف بشه. مهمونخونه این آقا در حال ورشکستگی اون تصمیم میگیره که از 2 تا از دوستاش کمک بگیره و ماجرا از همونجا شروع میشه. این سریال 2 فصل داره که در ژانر کمدی، عاشقانه، دوستانه در 16 قسمت پخش شده. شماره 8 لیست، سریال هم اتاقی من یه روباهه. شین وویو یه روباه 999 ساله و میخواد که تبدیل به انسان بشه، ولی برای تبدیل شدن نیاز به یه سری مهره هایی داره که اون مهره ها به طور اتفاقی توسط دختری به اسم لیدام خورده میشه
اون مهره‌های خورده شده تا 1 سال تو بدن اون فرد میمونه و بعد از بین میره. شینبویو به لیدان پیشنهاد میده که اونا با هم زندگی کنن تا اون راه حلی برای بیرون آوردن مهره‌ها پیدا کنه. این سریال در ژانر کمدی، عاشقانه و فانتزی در 16 قسمت پخش شده. شماره 9 لیست، سریال ستاره دنباله‌دار. داستان این سریال درباره اتفاقات پشت صحنه صنعت سرگرمیه. اوهان بیار به عنوان مدیر بخش روابط عمومی یک کمپانی بازیگری کار میکنه و گونگ تسونگ هم ستاره بی‌عیب و نقص و محبوبیه که زیر نظر همون کمپانی فعالیت میکنه. این دو نفر همیشه با هم در حال دعواان، ولی هیچکس خبر نداره که تو گذشته چه اتفاقی بین اونها افتاده. این سریال در ژانر کمدی، عاشقانه و درام در 16 قسمت پخش شده. شماره 10 و آخرین سریال این لیست، خواستگاری تجاری. شین هاری یه دختر مجرد و مدت طولانیه که روی یکی از دوستاش کراش داره، اما متوجه میشه که کراشش با یه نفر دیگه در ارتباطه. به همین خاطر تصمیم میگیره که فراموشش کنه. و از طرف یکی از دوستای هاری به اسم جین یون سو که از یک خانواده ثروتمنده، ازش میخواد که به جای اون به یک قرار از پیش تعیین شده بره و خودشو جای اون معرفی کنه و تلاش کنه که اون قرار رو به هم بزنه. این سریال در ژانر کمدی، عاشقانه و درام در 12 قسمت پخش شده. ممنونم که این ویدیو رو دیدین. امیدوارم که از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه.